بنده امشب میخوام اول یه خورده شما رو بخندونم. در این چند ماهی که به دلایل طبی مجبور شدم در آمریکا بمونم، بارها و بارها از بعض دوستانی که میبینم خواهش کردم مطلبی رو که میگن لطفاً برام به فارسی ترجمه کن. این روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‌ای هستم تو مایه‌های طنز. البته این یه سفرنامه شخصی نیست، بلکه از زبان یک پادشاه فرضی، احتمالاً از طایفه منحوس قاجاریه، روایت میشه تا برخورد دو جور تلقی و دو گونه فرهنگ یا برداشت اجتماعی برجسته تر جلوه بکنه. و اینکه قالب طنز رو براش انتخاب کردم جهتش اینه که جنبه های انتقادی رویدادها رو در این قالب بهتر میشه جا انداخت. با اجازه شما یک قسمت کوچکش رو که ناظر به مسئله آلودگی زبون هست براتون میخونم. یوم جمعه اول شوال، عید فطر، دلمان را خوش کرده بودیم که این روز را در سفر میمنت اثریم و دست امام جمعه دارالخلافه از دامنمان کوتاه است و نمیتواند از ما فطریه بدوشد. اما همان اول صبح میر کوتاه گردن شکسته حال ما را گرفت. این میر کوتاه پسر داماد علی خان چابهاری است که رخت دارباشی ما بود و چند سال پیش در سفر کاشان یکو شکمش باد کرد، چشمهایش پلق زد، رویش سیاه شد و مرد. بردند خاکش کنند. ملاها جمع شدن، علمشنگی را انداختند که این بیدین معصیت کار بوده، خدا روسیاهش کرده، نمیگذاریم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنند. لجاره ها هم بخت گیر آوردند، کسبه رو واداشتند دکان و بازار را ببندند. دسته های سینه زن و زنجیر زن و شاخسینی را انداختند. از شهرها و دهات دور و بر هم آمدن ریختن تو مسجد جمعه. ملا را فرستادن رو منبر که چه کنیم چه نکنیم. گفت این ملعون الخبیث اصلا دفن کردن ندارد، جنازه نجسش را باید با گوه سگ آتش زد. داشتن دست به کار می شدن که کاشف عمل آمد. علت مرگ آن بیچاره خوردن خورش بادمجانی بوده که عقرب از دودکش بالای اجاق تو کماجدونش افتاده. خلاصه هیچی نمانده بود. به فتوای ملاباشی جسد آن مرحوم مبرور را با سند سگ فراوانی که به همیاری جند اسلام از کوچه پس کوچه های کاشان و سابه و نطنز و آن حوالی آورده وسط میدان شهر کود کرده بودن هندی مندی کنند. خدا بشکند گردن حکیم باشی طلوزان را که با نشان دادن عقرب پخته فتنه را خوابان. سوزاندن جسد آدمیزاد پروپیمانی مثل داماد علی خان با سنده سگ البته کلی سیاحت داشت و اتفاقی نبود که هر روز پا بدهد. حالا اگر صاحب جنازه رختدار مخصوص بوده باشد هم گو باش، ما که بخیل نیستیم. مردهش که دیگر با حال ما فایده ای نداشت، فقط تماشای آن مراسم پرشکوه هند و اسلامی از کیسه ما رفت. الغرض صحبت سر میر کوتاه بود. خب ستینت این بچه بهاری به اندازه است که از همان دوران غلام بچگی توانست اول خفیه نویس دربار همایون شود. همه شرایط خفیه نویسی در او جمع است. پستان مادرش را گاز گرفته، دست مهتر نسیم عیار را از پشت بسته است. پول کاغذی را تو کیف چرمی ته جیب آدم میشمارد. ولد و زنا حتی از تعداد زالوهایی که نایب سلطنه و صدر اعظم و امام جمعه به بواسیرشان میاندازد هم خبر دارد. آدم ناباب حرامزاده است. خود ما هم ته دل از او بی توهمی نیستیم، اما دوام اساس سلطنت را
همین گونه افراد ضمانت میکنند. شنیده بودیم قحطه جمیله ای را تور کرده به لهو و لعب مشغول است. معلوم شد در عوالم جاسوسی و خدمتگزاری ضعیفه را پخت و پس کرده پیش او انگلیسی می آموزد. امروز محرمانه کاغذی در قوطی سیگار جواهر نشان ما قرار داده بود با این مطلب که اولریدی بیشتر نوکرهای دربار همایون کنکشن سلطان روسپیخانه شده قرار دادند با روی کار آمدن قندیدای او کاندیدا بیضه اسلام را دسپیرت کنند. هرچه بیشتر خواندیم کمتر فهمیدیم، بلکه اصلا چیزی دستگیرمان نشد. دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همان دارالخلای خودمان باشد. به حمدالله اینقدرها انگلیسی می‌دانیم. و به میرکوتاه اشاره فرمودیم که در این روز عید افتخار آفتاب کشی با اوست. رفتیم پشت پرده دارالخلا خف کردیم و همین که میرکوتاه با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فل مجلس به استنطاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده ای که حالی ما نمی شود، فقط کلمه قندیدا را فهمیدیم. در کمال بیشرمی گفت قربان والله بالله بعض مطالب معروضه پرژن ورد ندارد. فرمودیم پرژن ورد دیگر چه صیغه ایست؟ عرض کرد یعنی کلمه فارسی. لگدی حوالهش کردیم که حرام لقمه حالا دیگر فارسی کلمه فارسی نداره. محل نزول لگد شاهانه را مالید و نالید تصدق بفرمایید. منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت نداره. محض امتحان سوال فرمودیم آن کلمه اول چیست؟ عرض کرد اولریدی. تو شکمش باسرنگ رفتیم که خب یعنی چی؟ به التماس افتاد که صحف کردم یعنی جخ، یعنی همین حالاشم. نیت سو نداشتم، انگلیزیش راحت تر بود انگلیزی هست. پرسیدیم آن بعدیش چه؟ نمک به حرام. اشکش سرازیر شد. عرض کرد کانکشن یعنی رابط، در اینجا یعنی جاسوس. گلویش را چسبیدیم فرمودیم مادرت را برای عشرت عساکر همایونی روانه باغ شاه میکنیم تخم حیز. حالا دیگر در زبان خودمان کلمه جاسوس نداریم. تو همین دربار قضا اقتدار ما چوب تو سر سگ بزنی جاسوس میدیم از پدر شد. حالا جاسوس نداریم. صدر اعظم ممالک محروسه جاسوس انگلیس است، وزیر دربار جاسوس نمسه، نایب سلطنه زنجلب جاسوس روس و گوش شیطانکر به خواست خدا خود ما این اواخر جاسوس نمره اول نیکسون دماغ و کیسینجریم. جاسوس نداریم. با صدای خفه از ته حلقوم عرض کرد قبل عالم دارید جان نثار را خفه می‌فرمایید. مختصری شل فرمودیم نفسش پس نرود. سوال شد آن آخری آن دست پیر را از کجا در آوردی؟ عرض کرد دست پیر خیر قربان دست پیر DISE یعنی ناپدید. دیگر خونمان به جوش آمده بود. در کمال غضب فرمودیم مادر به خطا حالا میدهیم بیضه هایت را DISE فلان بهمان کنیم. فارسی کاملا یادت بیاید. القصه مرتکه حال ما را گرفت، نگذاشت عید فطر به این بی سر خری را با خوبی و خوشی به شب برسه. از اخته کردنش در این شرایط پلیتیکی چشم پوشیدیم. در عوض دستور فرمودیم میرزا طویل شیرازی او را ببرد بنشاند وادار کند جلو هر کدام از آن کلمات منحوسه 1000 بار معنی فارسیش را به خط نستعلیق شکسته مشق کند. دیدیم میرزا طویل دهنش را پشت دستش قایم کرده میخندد. پرسیدیم چیست؟ عرض کرد قربان خاک پای جواهر سایت برم بشود. بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست.
ملا ابراهیم یزدخواستی، اسم اصلیش دکتر ابراهیم یزدیه. ملا ابراهیم یزدخواستی که این اطراف پیش نماز بود، صلوات را سیر بیت میگفت و نصفش را به انگلیسی صادر میکرد. صلی علی محمد and all his family. مبلغی خنده فرمودیم، حالمان بهتر شد. به میرزا طبیل گفتیم به آن پدر سوخته بگو 500 بار بنویسد، 1000 بار زیاد است، از شغل شریفش باز می‌ماند. علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونمو میسوزونه و پنهان کردنش مغز استخونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی است. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پا نخواهد داد امشب محضر شما رو ضمناً برای مطرح کردن این موضوع هم غریبت بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه‌ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی‌های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغول‌ها و ترک‌ها و ترکمن‌ها هرگز خم به ابرو نیافت و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناسنامه شده، ایران باید میلیون‌ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به رک و راستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنند. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنه. یک زبان حرامزاده‌ای که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خاریاب داره لیت میشه، جا تو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی الان خیلی دیپرسم، انگار بلاد پرشرم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یکو این یه دونه دندون لب کسیدنم کن انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم برقرار بکنن؟
چرا هم انگلیسی رو خراب میکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره؟ به هر حال اون چی که میخواستم عرض کنم این